امروز 9 مارت است و نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را از استودیوی مرکزی تقدیم شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، در 15 دقیقه آینده این موضوع ها را با شما در میان میگذاریم. پسر نوشناس ولی با نفوذ آیت الله علی خامنه‌ای جای پدرش را گرفت. آیا با این همه مشکلات ایران او در این مقام دیر دوام خواهد کرد؟ ده خانواده در منطقه نزد مرزی اسفره شکایت دارند که هنگام تبادل قطعه مرزی از خانه‌هایشان محروم شده و با جای زیست مناسب تأمین نگردیدند. ما کرپیچ کتی بود یا دیدوتی قلوخ کتی درنش هم وینر غلطی دیگه ویجان ما چه زندگی اونو میکنم. و از 250 تا 300 سومانی با همین نرخ مهاجران تاجیک می توانند برای دریافت پتنت در روسیه در تاجیکستان از تشخیص طبی گذرند. مجتبی خامنه‌ای پسر 56 ساله علی خامنه‌ای رهبری کشته شده ایران روز 8 مارت از سوی مجلس خبرگان رهبری سیوم جمهوری اسلامی انتخاب گردید. چهره‌ای که بسیاری از ایرانیان حتی یک سخنرانی او را در حضور مردم ندیدند، در رأس ساختاری قرار گرفت که بیش از 4 دهه بر ایران حکومت می‌کند. مجتبی خامنه‌ای کیست؟ همکارم کیامرسی عطا در این باره معلومات می‌دهد. آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی را مجتبی خامنه‌ای پسر دوم آیت الله علی خامنه‌ای تا این زمان هیچ مقامی رسمی نداشته، بیشتر در حجره‌های حوزه علمیه درس فقه و اصول خوانده است. در همین حال او یکی از چهره‌های پس پرده سیاست و بیت رهبری به شمار می‌رود. برخی تحلیلگران باور دارند یکی از مهمترین سرچشمه‌های نفوذ مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت ارتباط نزدیکی او با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. به قول آنها وی طول سالها به یکی از حلقه‌های ارتباطی یا پیوندگر میان بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه تبدیل یافته است. با انتخاب مجتبی خامنه‌ای، نامی که سالها در حاشیه قدرت شنیده میشد، رسما در مرکز ساختار لرزان جمهوری اسلامی قرار میگیرد. از میان فرزندان رهبری پیشین جمهوری اسلامی، بسیاری ها مجتبی را از نظر چهره و حتی نگاه و فکر شبیه‌ترین فرزند به علی خامنه‌ای می‌دانند. سالها پیش بعضی از روحانیان نزدیک به حاکمیت احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای را مطرح کرده بودند. از جمله مهدی تاجزاده امام جمعه بهارستان گفته بود چی اشکال دارد که آقا مجتبی که صفات رهبری را هم دارد امور مردم را بر عهده گیرد. تا کنون از مجتبی خامنه‌ای تقریبا هیچ سخنرانی عمومی نشر نشده است. افکار عمومی ایران نیز عملاً با شیوه بیان و موقع‌گیری‌های او آشنا نیست. مجتبی خامنه‌ای که تجربه کار در نهادهای حکومتی را ندارد، حالا ریاست جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته است که با مجموعه از بحران‌های عمیق دست و پنجه نرم می‌کند. بر علاوه حمله‌های امریکا و اسرائیل، ایران با بحران آب و برق، پایین‌روی ارزش پول ملی، تورم، رکود اقتصادی، گسترش فقر و فشار تحریم‌های بین‌المللی و آلودگی هوا و خشک شدن ذخیره‌های آب روبروست. کاهش مشروعیت سیاسی، گسترش نارضایتی عمومی، مهاجرت گسترده نخبگان، ناکارآمدی و فساد اداری از چالش‌های دیگر حکومت ایران نامبر می‌شوند. در چنین شرایط پرسش اصلی این است: رهبری که نه تجربه جدی در اداره نهادهای حکومتی دارد و نه از مشروعیت داخلی یا بین المللی بهره‌ور است، چگونه می‌تواند کشوری را اداره کند که در میان این بحران‌ها درمانده است؟ رو میریم به موضوع از تاجیکستان. برخی از ساکنان دهات مرزی شهر اسفره ادعا دارند که با گذشت 6 ماه تقسیمات عادلانه مال و ملک تبادل شده صورت نگرفته است. ده خانواده در این شهر هنگام تبادل قطعه مرزی از حوله و زمین‌هایشان محروم شدند، ولی در عوض با جای زیست مناسب تامین نگشتند. فرزان محمدی از جماعت چرکوی شهر اسفره گزارش می‌دهد. ما در خانه مردم زندگی کردیم طول 6 ماه بود. نصرت الله نرزیبایف از دهه خواجه علای اسفره در نزدیکی سرحد با قرقیزستان هر بار با دیدن این خانه دلسرد می شود. آن را حکومت در عوض منزلی پیشینه‌اش داده است که هنگام حل بحث مرزی در حدود قرقیزستان ماند. میگوید زندگی در خانه که حالا نصیبش گشت خطرناک است. برای از نوسازی آن پول ندارد.
ما این خانه را قبول میکنیم. فقط همون خانه که ما چقدر ارزش داشت همین ارزش رو مینس کنن، مقصد مبلغ مویتیان خو هم بیاین سازن انشاءت ما یگان خیلی گپمون نیست، مقصد ما جابجا کنن. نصرت الله میگوید حولی پیشینش 18 ساتیق بود و 8 حجره داشت. همه آن را سال گذشته هنگام تبادل قطعه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان از دست داد. فرمان شد که خانه خود را خالی کنید. به یگان گپ کلوچه ما خانه خود را خالی کردیم، چون که ما در سرحد به دنیا آمدیم، در سرحد به وایه رسیدیم. ما میدانیم که امنیت چی است، وحدت چی است، صلح چی است. حاضر باشد خانه که به ما دادن قابل زیست نیست. مثل نصرت الله قریب 50 خانواده دیگر در دهه خواجه علای اسفره منزل و زمین‌هایشان را به شهروندان کشوری همسایه داده در عوض حولی‌های آنها را صاحب شدند. ولی چند نفرشان از این تبادلی به گفتهشان نابرابر قناعتمند نیستند. خونه ما کرپیچ کته بود یا دیگه قلوخ کته من با بین دونش هم وینر غلطی دیگه و اینجا من چه زندگی اونو میکنم. ساکنان در این باره به مقامات اسفره مراجعت کرده ولی به گفتهشان در چند مورد منصبداران محلی آنها را خوش نپذیرفتند. تا حفظا می نویسن، تا درخت می نویسن، همه جا نویسن که خدا تو میکرم میتیم، همین خانه خدا تو میکرم میتیم گفتن. من اول آوردشون نگاش همین 5 ماه 6 ماه شیشتم یگان تکلان اومده شما چقدر گجان زندگی کردید گفتن نپرسیدن نقلا. نمایندگان حکومت اسفره ماه فوریه امسال در صحبت با روزنامه‌نگاران گفتند که از حدود ولایت بادکند قرقیزستان منزل و انشاءات زیاد به اختیار شهر گذشته است و تأمین مردم با منزل دشواری ندارد. اکنون هیچ وقت خانه‌ای که ما به قرقیزستان گذشت من باوری دارم که همین بس در خودی مردمی قرقیزستان هستند که خانه ما از این بهتر بود گفته. لیکن امروز شکایتی بسیار به ما مراجعت نشده است، همگی یک دو مراجعت شد. 2 دهه‌ای که در اطراف جماعت چارکوه و سرخ به حدود تاجیکستان گذشت اساساً نصیب ساکنان دهه سامانیان گردید. این دهه ها در مناقشه های سالهای 2021 و 2022 زیان جدی دیده از جانب قرقیزستان از نوسازی گردیده است. ما میندار حاضر با جای بهترین هوای تازه شکر خدا من اوبش بملور. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1000 کیلومتر است و تا سال گذشته بسیاری از قطعه ها بحثی به حساب می رفتند. سرحدی بحث برانگیز تا حد رابطه های دو طرف را تیره کرد که آنها را به جنگ مستقیم و حمله به قلمروی همدیگر کشید. مناقشه ها در مرز در سالهای 2021-2022 سبب ویرانی زیاد و مرگ 10 نفر از تاجیکستان و قرقیزستان شد. وضع در آخر سال 2024 تغییر کرد و در نهایت سازشنامه تعیین و نشانه‌گذاری مرز ماه مارس سال 2025 به امضا رسید. ساکنان خواجه علای اسفره میگویند از سازش مرزی راضی‌اند ولی مقامات نباید آنها را در کوچه یا خانه‌های نیمه ویرانه گذارند. وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه را با روسیه به تصویب رساندند که طبق آن مهاجران تاجیک میتوانند تشخیص طبی را برای گرفتن پتنت در وطن گذارند. در این باره مجلس نمایندگان در وبسایتش خبر داده است. ارزش معاینه طبی در تاجیکستان برای مهاجران مهنتی از 240 تا 300 سومانی را تشکیل خواهد داد. مهاجران برای معاینه در روسیه از 8 تا 10,000 روبل میسپرند. مقامات تاجیک هنوز اعلان نکردند که تشخیص طبی در کدام مؤسسه گذرانده می شود. قبلا گفته می شد که نقطه طبی در اساس قانونگذاری روسیه کار خواهد کرد. سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه عاید گذشتن شهروندان تاجیکستان از معاینه طبی روز 9 اکتبر سال گذشته در دوشنبه امضا شده بود. سپردن تشخیص طبی برای گرفتن پتنت در روسیه حتمی می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تیر ماه سال گذشته اعلان کرد که بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در آن کشور کار می کنند. در استانه روز مادر در تاجیکستان هیئتی از فرهنگیان تاجیک به دیدار زنان زندانی به شهر نورک رفتند. در این هیئت به رهبری مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ، آوازخوانها و خبرنگاران و نویسندگان تاجیک از جمله مهری نیسو نویسنده شناخته شامل بودند. او امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت دیدن زنان پس پنجره برایشان بسیار سخت بود.
البته خیلی زندان است، هرچند که اگر همون قصر زبرجد هم باشد، یکی از همون استقامت کنندگان اونجا گفت که اگر زندان قصر زبرجد هم باشد زندان است. واقعا زنان حالت این خیلی گویم که حالت نهایت بد داشتن نه، لیکن همه آنها با روی شکسته بودند و آنجا ما تقریبا 5 ساعت بودیم فقط گریستیم. آنها هم گریه کردن، ما هم گریه کردیم، ما هم از دستمون چیز نمی آید که با آنها کمک کنیم و ایشان هم از ما چیز خواسته نمیتوانستند. همکارم خیرامان بخوازاده همچنین از خانم مهرنیسا پرسید که خواسته اساسی زنان زندانی از آنها چی بود؟ هم تنها از ما خواهش کردند که در همون برآمدهای خود، در صحبتهای خود که اگر یک برای ما شفقت شود از جانب سروری کشور و ما رو به ما آزادی داده شود، یعنی ما علاقه اصلاح شده ایم. خیلی زن خود زود اصلاح می شود. من امیدوارم، فکر میکنم که سروری کشور یک اقدام خیلی بزرگ رو در عرفه 35 سالگی استقلالیت تاجیکستان به دست میگیرند، به راه میمونند و همون زندانیانی که در آنجا هستند، شاید نه همشان لیکن قسم زیادشان از زندان آزاد کرده میشوند. با فکر من همچون شاعر میخوام که در زندان زنان شهر نورک بیش از 500 زنان و دختران توجیک نگهداری می شوند و به قول مهرنیسا بابوبک و در بین آنها زنان حامله دار با طفلان خرد و پیرزنان هم هستند. بینندگان عزیز، صحبت مفصل با خانم مهرنیسا را می توانید به همین زودی در سامانه رادیو زودی پیدا کنید. در پارلمان قزاقستان پیشنهاد دارند شهروندانی که به جنگ روسیه و اوکراین جلب شده اند مورد عفو قرار بگیرند. به باور وکیلان، قانونگذاری انسان دوستانه امکان می‌دهد افرادی که برای شرکت در درگیری‌های دولت‌های بیگانه به دست سلاح گرفتند بدون ترس بازداشت به وطن برگردند. گزارش نوبتی ما در همین باره است. قانون قزاقستان زرخریدی و شرکت در درگیری‌های مسلحانه خارجی را منع کرده است، اما تنها سال 2025 در این کشور بیش از 140 چنین جنایت ثبت شده است. وکیل مجلس جرقینبک امانتویلی پیشنهاد کرد نسبت قزاقستانی‌هایی که سلاح به دست گرفته‌اند از رحم و شفقت کار گرفته شود. بعضی ها با سبب مشکلات اجتماعی، برخی ها از راه فریب خوردن و بعضی دیگر از ناچاری این کار را میکنند. اکثر آنها میگویند که با امید دریافت کاری سردرآمد به این راه رفتند. درک میکنند که فریب خورده و در نبردهای خونین یک کشور بیگانه شرکت دارند، اما میفهمند که راه بازگشت نیست. در این حالت پدر و مادر، عائله و نزدیکان آنها عذاب میکشند. وکیل پارلمان باور دارد که اگر شخص توبه کرده می‌خواهد به کشور برگردد باید بخشیده شود، اما همزمان علاوه نمود که یک شرط عفو نمودن باید شرکت نکردن در سازمان‌های تروریستی و جنایت‌های جنگی باشد. ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی در قزاقستان در این باره نظری دیگر دارند. هیچ کس بدتر از دشمنی داخلی نیست. شخصی که به کشور دیگر به جنگ می رود دشمن است. جنایت جنگی صادر می کنند، به سوی آدمان بیگناه تیر می پرانند. چگونه می توان چنین عملها را سفید کرد؟ یک زمان آنهایی را که از سوریه برگشتند به 10-15 سال زندان محکوم کردند. چرا آنهایی که به روسیه همراه شده به آدم کشی رفتند محاکمه نشوند؟ او درباره چی حرف میزند؟ پس با آنهایی که دیده و دانسته به جنگ رفته آدمان را کشتند و بعد آرامانه به خانه برگشتند چی باید کرد؟ آیا او با فرمان پوتین کار میکند؟ فرضاً اگر زرخریدان بدون تهدید تعقیب جنایتی به وطن برگردند باید از جهت اشتراک در جنایت‌های جنگی تفتیش کرده شوند، ولی در شرایط جنگی در این باره به دست آوردن معلومات باوربخش تقریباً غیر امکان است. من همیشه طرفدار انسان دوستی هستم، اما در اینجا مسئله دیگر است. گپ سر آن می رود که حکومت در این رابطه موقع قطعی دارد، یعنی برای منفعت‌های دیگران جنگیدن در کشورهای بیگانه لازم نیست. حکومت در این مورد واکنش شدید نشان می‌دهد، بنابراین مجازات سخت پیش بینی گردیده است. تیر ماه سال گذشته
دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید، ولی فراموش نکنید برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان میتوانید به سامانه رادیو آزادی وارد شوید. فردا شما را با برنامه خود منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.